بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین مسئله از شکیات صحیح. گفتیم از مجموعه شکیات نماز که 23 تا هستن، 9 تاشون جز شک‌های صحیح. ششمین چی بود؟ حالا گاهی هم باید سوال کنیم که ببینیم حواسا وقت مسئله خصوصا جمع یا نه، چون این قسمت واجب یادگیری همین مسائل. ششمین چی بود؟ شک بین 4 و 5. خب وظیفه چیه در 4 و 5؟ بله. خب بعد چیکار کنیم؟ خب یه نفر بگه به آقای، به نمایندگی از آقایون، کی میگه؟ شما میگی؟ آقای تحویلدان شما بگو. بله، همه با هم که میگن همه بلدن، ولی وقتی قرار شد تکی همه گردن هم دیگه میندازن. خب یه تیکشو درست گفتن. بفرمایید. بله بله درست. ولی خب یا یک رکعت ایستاده میخونیم، 2 رکعت نشسته، ولی درست. جواب درست بود. آقایون فرار کردن از جواب دادن. بله 2 تا کاندیدا اعلام کردیم، هر دو فرار کرد. شک هفتمین شک در شک‌های صحیح، شک 3 و 5. 4 و 5 رو گفتیم، 3 و 5. در حال ایستاده شک میکنیم که 3 رکعت خوندیم یا 5 رکعت. در این صورت می نشینیم، نماز رو تمام میکنیم. بعد از نماز 2 رکعت نماز ایستاده احتیاط میخونیم. بعدش بنابر احتیاط واجب 2 سجده سهو. پس 3 و 5 هم مثل 4 و 5، با این تفاوت که اونجا 1 رکعت احتیاط بود، اینجا 2 رکعت احتیاطه ایستاده. بله 2 رکعت نماز احتیاط ایستاده. خب این مسئله شکیات این هفتم کافی باشه. یه مسئله رو بارها گفتیم درباره نماز جماعت، باز برخی تذکر دادن که ما بگیم. نماز جماعت، اگر شما اول نماز جماعت رسیدید، یعنی رکعت اول، قبل از آنی که امام از رکوع بلند بشه، شما میتونید وارد نماز بشید. وارد نماز بشید به این مطلب که دیگه تا آخرم با امام جماعت برید، دیگه تکلیف دیگه هم ندارید، راحت. ولی اگر بعد از رکوع وارد شدید، دیگه اون رکعت اول حساب نمیشه، اون رکعت برای شما حساب نمیشه. مسئله مهمی که اینجا هست اینه که دقت کنن. بعد اگر در بین صفهای نماز گاهی میبینید کسی رعایت نمیکنه، اینو حمله بر این کنید که نمیدونه و انشالله ندانستن عیب نیست، نپرسیدن و در ندانستن ماندن عیبه. لذا انشالله با روی خوش، با زبان نرم بهش تذکر بدید. تصحیح به شما همه اومدیم یاد بگیریم. هر کسی یه تخصصی داره، اینها رو
با همدیگه سهیم میشیم، یاد میگیریم. اگر میخواهید رکعت اول امام رسیدید، میخواهید به رکوع برید، این مسئله فوق العاده مهمه. چرا؟ چون اگر رعایت نکنید نماز باطله. نمیتونید همین طوری برید به رکوع. باید اول الله اکبر رو بگید، بدن استقرار پیدا کنه ولو شده به اندازه 1/10 ثانیه. بعد از الله اکبر بعد برید به رکوع. چرا؟ قبل از رکوع 2 تا رکن هست. اگه این 2 تا رکن انجام نشه، البته 3 تا رکنه، منتها یکیش حتما هست که نیته. اومدید برای نماز خوندن دیگه، اون نیت هم رکنه. غیر از نیت 2 تا رکن دیگه هست. اگر همین طور که داری مهرتو میذاری زمین رفتی تو رکوع، نماز ادامه دادید، نماز باطله. چون خود تکبیرت الاحرام رکنه الله اکبر. یعنی رکن یعنی چی؟ یعنی چه یادت بره چه عمدن ترک کنی، در هر دو صورت نماز باطله، چه عمدن چه سهوا. رکن بعدی قیام متصل به رکوعه که البته این واجبه، ببخشید واجب بعدی. اگر عمدن ترک کردی که در این صورت عمدن دیگه. قیام متصل به رکوع هم داریم که رکنه و اون قیام بعد از رکوعه. اون قیام متصل به رکوع رکنه، ولی این قیام قبل از رکوع واجبه. یعنی اگه عمدن ترک کردی نماز باطله، اگه سهوا ترک کردی نماز باطل نیست. لذا این مهمه. حالا قسمت‌های دیگه رو من دیگه نمیخوام توضیح بدم. رکعت دوم کسی رسید، رکعت سوم کسی رسید، اینا رو باز میگیم در انشالله جلسات بعد خورده که خلاصه مطلب قاطی پاتی نشه. ولی این اولش رو داشته باشیم که مثلا رکعت دوم، بس دومش هم بگیم ها، دومش هم بگیم. رکعت دوم شما رسیدید، آقا در قنوته یا در حمده یا در قل هو الله، فرق نمیکنه. هر جای رکعت اول شما رسیدید قبل از رکوع، شما میتونید نماز رو ببندید متصل بشید. رکعت دوم گفتم چندم؟ رکعت دوم بعد از اول. بله رکعت بعد از اول. عرضم به حضور شما که شما خیال نکنید ما هر جور شما بگید ما درستش میکنیم. بله رکعت دوم هر جا قبل از رکوع شما میتونید متصل بشید به نماز جماعت و حساب میشه. و اگر هم در قنوت بود شما میتونید، اشکال نداره، چون همراهی با امام جماعت رکعت اول نماز شماست. رکعت دوم امام قنوت میخونه، قنوت بخونید، اشکال نداره، قنوت بخونید. نماز رو الله اکبر بگید، قنوت بگید. اینم یه حالته. رکعت دوم میشه دیگه همراه امام میرید اونجا که تکلیف تشهد بخونید، که الان رکعت دوم امام میشینه تشهد میخونه، شما نباید مثل امام بشینید. اگه نشستید سهوا نماز باطل نمیشه، ولی بهتره بلند شید سر پنجه ها به زمین با پنجه های پایین طوری، بهش میگن تجافی. سر پا می نشینید، سر پا نشستن به میگن تجافی. امام داره تشهد میخونه به خاطری که رکعت دومه، شما رکعت اولته، شما هم تشهد رو بخون همراه امام، اشکال نداره، ولی در حال تجافی. مستحبه همراه امام بخونی، نخوندی هم طوری نی، ولی خوندی ثواب گیرت میاد. در حال تجافی میخونی تا امام مخاطب بلند شه، یه چند دهم ثانیه شما هم زودتر بلند میشی. چرا؟ چون شما باید حمد و قل هو الله بخونی، امام 3 تا تسبیحات مدت کمتر رو احتیاج داره. خب اگر تونستی حمد و قل هو الله رو بخونی که میخونی، امام داره تسبیحات میگه. اگر نرسیدی قل هو الله احتیاج نی، همون حمد رو بخون، بعد همراه امام برو به رکوع و رکعت درست میشه. اینم مال یه حالتش. یه حالت هم میای وارد میشی میبینی آقا تو سجده است. تو سجده شما میگی الله اکبر، اگه خواستی به ثواب جماعت زودتر برسی میگی الله اکبر، میری به سجده. ولی اینو حواسمون باشه اون رکعت رو حساب نمی کنی، فقط این همراهی شما با امام جماعت ثواب گیرتون اومده، اون رکعت حساب نمی کنی.
بلند که شدی تازه مثل این که الان نمازو همراه امام جماعت بستی. بله نه دیگه، اون الله اکبر احتیاج نیست. الله اکبر و نیت و نماز وارد شدی، فقط اون رکعت حساب نمیشه دیگه. وقتی بلند شدی دیگه نمیخواد دوباره الله اکبر بگید، چون الله اکبر رو گفتید. رکنم هست، زیاد بشه سهوا یا عمدن باطل. خب مسائل انگار زیاد گفتیم امشب. بله اشکال نداره، سوال خوبیه. رکعت آخر امام رکعت مثلا سوم شماست، شما هنوز یه رکعت دیگه باید بخونی. شما اینجا اختیار داری، امام جماعت داره تشهد میخونه، شما میتونید تجافی بشینی تشهد بخونی تا اونجایی که میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد قبل از سلام. تا قبل از سلام میتونید تجافی کنی، همراه امام تشهد رو بخونی، ثواب گیرت میاد. امام میگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، میخواد سلامو بگه، شما بلند میشی نماز امام. یا اینکه همون سلام اول تا سلام آخرم باشه اشکال نداره، مبطل نماز نیست. تا آخر نمازم همراه امام باشید نمازو باطل نمیکنه. ولی خب بهتر اونه که وقتی تشهد تمام شد شما بلند شید. حالا اصلا میتونید این یه راهه، یه اختیار دارید شما انتخاب کنید. یا اینکه نه، امام به محض اینکه شروع کرد به تشهد شما بلند شید ادامه نماز رو، دیگه از همونجا نیت فرادا میشه و نماز رو میخونید دیگه، اشکالی هم نداره و عرضم به حضور شما که نمازتون هم صحیحه. بله دیگه خود به خود نیت فرادا میشه دیگه. البته نیت احتیاج نیست حالا به حتی دیگه همینه که بدونید دیگه از این به بعد جماعت نیست دیگه. بله بله این جزء شک‌های جزء اون 6 تا شکیه که گفتیم قبلا، یعنی شک‌های که نباید بهش اعتنا کنیم، چون شک بعد از محله یا شک بعد از سلام. حتی شما بعد از سلام نماز هر شکی کردی بهش اعتنا نکن. بعد از سلام نماز بگو الحمدلله الان شک اومد، خدا پدرمو بیامرزه که الان شک کردم. بله اگه یقین کنی که باطل از اول باید بخونی. بعد بله هر موقع شما در عرضم به حضور شما رکعت اول هر کجا رسیدید میتونید بلافاصله ببندید، هرچی هم زودتر ببندید ثواب بیشتر گیرتون میاد، همراهی با جماعته. نه اصلا قنوت خودش کلا مستحبه. شما در نماز واجب عمدنم ترک کنی قنوتو هیچ اشکال نداره، یعنی هیچ اشکال نداره که نمازت باطل نی، ولی قنوت از مستحبهای مؤکده که گفتن ترک نکنید چون ثوابش خیلی زیاده. لذا شما اصلا قنوت رو میتونید نخونید، وقت نمیکنید، فکر میکنید نمیرسید به نماز، یا ممکنه کسی بگه من قاطی میکنم حالا قنوت بخونم، اصلا قنوت رو نخوندید اشکال نداره. بله خب انشالله که اگه مسئله بازم هست اشکال نداره مسئله بپرسید. بفرمایید. آها اینم سوال خوبیه. ایشون میفرماید که توی رکوع امام جماعت و من نزدیکی بهش برسم و ممکنه که اگر متوجه نشه من اومدم بلند بشه من نرسم، اینجا میگن خوبه که شما یه جوری خودت رو امام رو متوجه کنی که رسیدی، با یا الله یا الله گفتن بلند میگید یا الله یا الله، امامم تو رکوعه،
اینجا میگن امام جماعت مستحب هست که رکوعش رو حد اکثر 2 برابر کنه، بیشتر نه ها. ممکنه بگه الله الله یا الله یا الله 2 برابر کرد، دوباره یکی دیگه بگه یا الله 3 برابر کن، نمیشه. 5 دقیقه تو رکوع نمیتونه باشه، حد اکثر 2 برابر رکوعش رو انجام بده و بعد بلند بشه و تا برسه اون یکی نفر یا 2 نفری که رسیدن. بله خب بگن اشکال نداره، نه چون اشکال نداره. بله بله معمولا آقایون تأخیر میکنن. بله امشب شام نیست ها، نون و پنیر و خیار و گوجه است. من از الان بگم که مجلس طول میکشه، قرار شده ما هم کم بگیم چون نه پول میدن نه شام میدن. ببخشید مزاح بودم. حالا یه صلوات بفرستید تا محمد بالا. بله بفهم. نمیخواید بخورید نماز فرادا میخونید، کاری نداره، هیچ اشکال نداره. نه شما میتونید تو صف جماعت وایسید طوری که قطع نکنید با اون دیگه، منتها فرادا بخونید، هیچ اشکال نداره. میتونید فرادا بخونید که بله اون در صورتی که مثلا به هر حال به قول خودتون نمیخواید بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیب قلوبنا الذي سمی فی السماء باحمد و فی الارضین بابی القاسم محمد. و صلی علی ائمة المعصومین الهداة المهدیین لا سیما امام العصر و ناموس الدهر حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فکذب و عصی. آیات 16 و 17 رو درباره‌اش صحبت کردیم، سوره النازعات رو، که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وارد سرزمین مقدس طوا شدند. اونجا وحی بر این پیامبر بزرگ و اولوالعزم الهی نازل شد و یک مأموریت بسیار مهمی به او محول شد و اون این که ابر دیکتاتور و طاغوت زمان خودش رو دعوت به یکتاپرستی کنه و دعوت به توحید کنه. اونم یک دیکتاتور بسیار خشن و خوناشام و بیرحم مانند فرعون. خب طبیعتاً کار بسیار دشوار و سختی هست و بسیار کار خطرناک و در عین حال مأموریت الهی که تخلف
از اون سزاوار نیست، اونم مانند از کسی مانند حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. مخاطب ندای خدا قرار گرفت حضرت موسی که به سوی فرعون برو که طغیان کرده، طاغوت شده. سوره مبارکه نجم داره ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا. این طغیان، من چند دقیقه روی این کلمه تأمل کنم. کلمه طغیان، اگر یه ظرف آبی حرارت داده بشه به غلیان و جوش که میفته، این آبها که بیرون ریخته میشه این رو بهش میگن طغیان. از حد معمول هر عملی افراط درش صورت بگیره و تجاوز کنه بهش میگن طغیان. در سوره مبارکه نجم داره ان الانسان لیطغی. ببینید ان همیشه گفتیم یعنی حتما اینطوریه، تأکید مطلب رو میرسونه. الانسان، این انسان یه الف و لام سرش اومده. الف و لام در لغت عرب معانی متعددی داره. اینجا الف و لام رو گفتن الف و لام استغراق، از غرق میاد. استغراق یعنی این انسان غرق در نوع انسان شده، یعنی همه انسان ها این روحیه رو دارن. کدوم روحیه رو؟ روحیه طغیان رو. چه موقع طغیان میکنند؟ ببینید استثنام نداره. در سوره مبارکه والعصر داریم چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان، دوباره ان هست، الانسان هم هست. ان الانسان لفی خسر، انسان در زیان است، یعنی همه انسان ها در زیانن. ولی دنبالش یه استثناء میاد، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر اونایی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن. اینا استثناء میشن، یه عده کمیه. اینجا استثناء نداره. ان الانسان لیطغی، انسان طغیان میکنه، یعنی همه انسان ها طغیان میکنن. سوال، خب پیامبران الهی انسان بودن، چرا طغیان نکردن؟ معصومین صلوات الله علیهم اجمعین 14 نور مقدس، اینا انسان بودن، چرا طغیان نکردن؟ ولی این آیه میگه همه طغیان میکنن. جوابش رو دنبال آیه داره. ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا، زمانی که خودشو بی‌نیاز میبینه. پاسخ اون سوال معلوم شد. انبیاء و اولیاء و معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هیچ موقع در مقابل خدا خودشونو بی‌نیاز نمیبینند. هیچ موقع لحظه ای خودشونو بی‌نیاز نمیبینن، لذا طغیان نمیکنن. پس همه انسان ها بدون استثناء اینا طغیان میکنن. کی؟ زمانی که خودشون رو بی‌نیاز ببینند. او وقت من و شما هم شامل حالش هستیم. گاهی ممکنه این طغیان جلی باشه، مثل طغیان فرعون، مثل شرک جلی، شرک آشکار، مثل همه مشرکان که بت پرستی میکردن، مشخصه. گاهی هم این طغیان خفیه، پنهانه، آشکار نیست، خیلی پنهانی در این رگ و ریشه و روح ما و اندیشه ما طغیان رسوخ کرده، خودمون خبر نداریم یا خبر داریم بهش بی توجهیم. اون طغیان‌های دفعی، اون طغیان‌های اتفاقی که در زندگی من و شما گاهی رخ میده، خودمون رو بی‌نیاز میبینیم، به همسرمون ظلم میکنیم،
خودمون رو بی‌نیاز دیدیم، خودمون رو قدرتمند دیدیم، خودمون رو بی‌نیاز می‌بینیم به فرزندمون ظلم می‌کنیم، خودمون رو بی‌نیاز می‌بینیم به همکارمون ظلم می‌کنیم، تو رانندگی طغیان می‌کنیم، حق دیگری رو می‌خوریم. این طغیان دیگه، اینم یه مرحله از طغیانه. منتها طغیان نوع خفیف و خفی. خفیف و خفی دو معناست. خفیف یعنی خیلی نوع پایین و سبکش، خفی یعنی پنهان. لذا اینا درس‌های عملی روشن قرآنه که ما از کلمش باید یاد بگیریم. نگیم ای خدا لعنتت کنه فرعون در زبان فقط، در عملم بگیم خدا هر طغیان گری رو لعنت کنه، هر طاغوتی رو لعنت کنه. اگر اون طاغوت خود من هستم، خب اگر قرار هدایت نشم خدا منم لعنت میکنه، چه بگویم چه نگویم. لعنت یعنی چی؟ یعنی دور از رحمت خدا. غیر ممکنه کسی طغیان کنه و طاغوت بشه و خدا بهش بازم رحمت کنه. لذا اینو عنایت کنیم. این چند دقیقه رو من خواستم تأملی روی کلمه طغیان داشته باشیم که خداوند تبارک و تعالی در آیه 17 میفرماد اذهب الی فرعون انه طغی، برو به طرف فرعون که این طغیان کرده. اینجا بعد از آیه 17 صحبت خدا با موسی دیگه نیست، صحبت خداوند تبارک و تعالی و حضرت موسی علی نبینا و علیه و السلام نیست. تا اینجا صحبت خداوند با حضرت موسی بود، از اینجا بعد صحبت حضرت موسی است. فقل هل لک الی ان تزکا. اینجا یه نکته رو فقط عرض کنم. داشتیم میگفتیم در وادی مقدس بود، خدا وحی نازل شد که برو به طرف فرعون. یک دفعه اینجا صحبت از این هست که فقل هل لک الی ان تزکا. حضرت موسی به فرعون گفت که نمیخوای تو رو تزکیت کنم، پاکت کنم؟ نمیخوای تو پاک بشی من تو رو پاک کنم؟ معلومه که بین گفتگوی خداوند و حضرت موسی و گفتگوی حضرت موسی با فرعون ملعون یه فاصله ایه. همینطور که تو وادی بود داشت وحی بهش نازل میشد، همون وقت نگفت به فرعون که نمیخوای تو رو پاکت کنم. معلومه که از اونجا اومد به شهر، رب بالاخره یه جوری ملاقات رو گرفت و فرعون رو انذار داد، اون رو دعوتش کرد. لذا این مقدمات دیگه خداوند برای اینکه این داستان رو میخواد بیان کنه مقدمات دیگه حذف کرده به خاطر که کوتاه بشه مطلب. خداوند خطاب اومد، مأموریت رو گرفت، خطاب فرستاد، حضرت موسی مأموریت رو گرفت و بعدم حرکت کرد اومد. حالا ملاقات میکنه با فرعون. حضرت موسی کلامش رو اینطور شروع میکنه فقل هل لک الی ان تزکا. آیا نمیخواهی که تو را من پاک کنم؟ این یک درس بسیار مهمیه. کسی طغیان کرده، کسی داره خلاف عمل میکنه، کسی راه اشتباهی داره میره، ما چطور اون رو راهنماییش کنیم؟ این درس داره میده، دو همین آیه داره درسمون میده چطور اون رو راهنماییش کنیم. تا دیدیم اول کار یه سیلی بخوامید تو گوشش، یا نه از فحش و ناسزا اونو به باد بگیریم. ای فلان فلان شده، ای خاک عالمیان به سرت، تو نماز نمیخونی؟ تو غیبت میکنی؟ تو فلان. قرآن یادمون میده ما چطور عمل کنیم. با کلام لین، با روی خوش، با زبان نرم. اونم کی؟ فرعونی که در نهایت طغیانه. نه این مسلمونا و حالا شیعه هایی که گاهی خطا کردن و گول هوای نفس خوردن و گول شیطان خوردن و ما به دیگران وظیفه داریم با زبان خوش، با زبان نرم. حضرت موسی با اینکه مأموریت خدا رو گرفت اولین قدم اینجور بود، ای فرعون نمیخوای تو رو پاکت کنم؟ یعنی مثبت شروع کرد. ببینید یه جمله دیگه یه جور دیگه هم میتونست حضرت موسی صحبت کنه با فرعون. میتونست حضرت موسی بهش بگه تو به خاطر معصیت و گناه نجس شدی، از این نجسی ها نمیخوای فاصله بگیری؟ اینجوری هم میتونه سوال کنه. اون منفیه.
هر دو جمله یه معنا داره، ولی اون بیان منفیه. ما تو صحبت هامون خودمون تمرین کنیم، یاد بگیریم همش مثبت صحبت کنیم. این از نظر علم روانشناسی امروز هم ثابت شده. به یک نفر بگو دروغ نگو یا به یک نفر بگو راست بگو، هر دو معناش یکیه، درسته یا نه؟ ولی بار تربیتی دومی بیشتره، اثرگذاری دومی بیشتره. به یک نفر بگو غیبت نکن یا به یک نفر بگو پشت سر برادر و خواهر مؤمن تا میتونی خوبیاش رو بگو. ببین هر دو یه معنا میده، درسته یا نه؟ هر دو یه معنا میده، ولی این دومیه بار تربیتیش بیشتره. اینجام خدا به ما یاد میده. حضرت موسی مثبت شروع کرد دعوتش رو، فرمود که آیا نمیخواهی تو رو پاک کنم؟ میتونست بیان کنه که آیا نمیخواهی از نجسی های کفر و شرک فاصله بگیری؟ نه، این نکته بسیار مهم تربیتیه، هم با زبان نرم هم مثبت دعوت کردن. خب و اهدیک الی ربک فتخشا، تو رو به سوی خدا دعوتت کنم پس تو خشیت پیشه گزینی. 3 کلمه ما اینجا داریم تو این 2 آیه. یکی کلمه تزکا، پاک شدن، تزکیه. دوم هدایت و سوم خشیت. این 3 کلمه رو عنایت کنید، پیام‌های قرآنی رو ببینیم از این 3 کلمه. تزکیه یعنی چی؟ تزکیه یعنی تخلیه درون و قلب از گناه. تا این قلب ما پر از گناه باشه، پر از غیبت، تهمت، دروغ، طمع، حرص دنیا، حسادت، کبر، پر از این چیزا باشه، آیا میشه این دل محبت خدا هم بیاد کنار این بدی ها؟ غیر ممکنه. پس مرحله اول آدم شدن تزکیه است، مرحله اول خوب شدن تزکیه است. مثالشو عنایت کنید. شما یه مثلا تیکه آهن استفاده میخواید بکنید، پیدا میکنید میخواید استفاده کنید، یه تیر آهن مثلا میخواید در بنایی استفاده کنید. اون بساز بفروشا منبع و مثال رفتن یه خونه دست دوم گرفتن میخوان تعمیرش کنن، حالا یه تیر آهن خوبی هم جای گیر آوردن، اونم دست دوم مال یه ساختمون دیگه. منتها این پر از این تیکه های گچ و سیمان و اینا به این آهنه چسبیده. این آهن رو میخوان استفادهش کنن، اول چیکارش میکنن؟ اول باید بتراشن این سیمانا و گچا و خاکا و اینا رو باید بتراشن. میشه نتراشیده شروع کنن روی همه اینا رنگ بزنن و آهن دیگه؟ این فایده نداره. باید اول بتراشی. این تراشیدن چیه؟ همون تزکیه است که بهش میگن تخلیه از نگاه علم اخلاق. تخلیهش میکنی، قلبو میتراشی، زنگارا رو دور میریزی. بعد از این تخلیه حالا تجلیه، اونو جلاش میدی، صیقلش میدی، سنباتش باید بکشی. باز سنباته نکشی فایده نداره. باید این آهن رو سنباته بکشی تا صیقل فقط خود آهن باشه. اینم مرحله دوم، تجلیه، سنباته کشی. قلب اونو باید سنباته بکشیم. این ذرات بسیار ریز معصیت و گناه هم توش باشه، اگر بیاد فاسد میشه. مثل یه ظرف شیر، یه ظرف میخوای شیر بریزی توش ها، این ظرف آلوده است، خاک آلوده، پر از میکروب، پر از چربیه، میشوری خوب، ولی اگر دقت در شستن نکنی یه ذره آلودگی باشه، یک ذره سر سوزن آلودگی باشه، شیر بریزی تو این ظرف همه شیر آلوده میکنه. درسته یا نه؟ پس باید تو مرحله تجلیه دقت کنیم، صیقلش بدیم.
وقتی صیقلش دادیم حالا مرحله سوم میشه تحلیه. تجلیه، تحلیه، یعنی زیورش میدی، حالا رنگش میزنی، حالا اون آهنه رو ضد زنگش میزنی، روش هم یه رنگ دیگه میزنی، این آهن قابل استفاده میشه. این قلب تو این 3 مرحله آماده نزول برکات و رحمت الهی میشه و نور الهی در او جای میگیره. حسب روایات دیگه القلب نور، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، فی قلب من یشاء. میگه علم الهی نوره، تو هر قلبی خدا بخواد قرارش میده. خدا تو چه قلبی قرار میده نور رو؟ تو قلبی که پر از حسده، تو قلبی که پر از کبره، تو قلبی که پر از تهمت و غیبته، تو چه قلبی نور خدا قرارش میده؟ عنایت کنید آخر حدیث میفرماید فی قلب من یشاء، تو قلبی که خدا بخواد اون نور رو قرار میده. خدا قلبی که پر از گناه میخواد؟ نمیخواد دیگه، مشخصه. اون قلبی که این 3 مرحله رو گذرونده، مرحله تخلیه، مرحله تجلیه و همچنین مرحله تحلیه. تحلیه از حلو میاد، از حلو و حلو یعنی اون رو زیبا کردن، زینت دادن. حالا این 3 مرحله رو با 3 واژه دیگه تو این 2 آیه قرآن اومده. قل هل لک الی ان تزکا، آیا نمیخوای که تو رو تزکیت بدم؟ این آهن وجود فرعون طاغوت پر از خاک و آلودگی و سیمان چسبیده بهش و پر از خلاصه غیر قابل استفاده است، هیچ کارش نمیشه کرد مگر اینکه اول تزکیه بشه، اول همه این زنگارا تراشیده بشه. بعدش چی؟ و اهدیک، هدایتت کنم. هدایت چیه؟ این هدایت یعنی آشنا بشی با دستور الهی و عبودیت و بندگی، یعنی این همون تجلیه است. حالا داره هی آماده میکنه، هی این سنبات کشی میکنه، معصیت ها دور ریخته میشه، واجبات جاشو میگیره، اطاعت جاشو میگیره و بعد از اون این نتیجه این هدایت اون تحلیه است، اون زیوره، اون زیبایی قلبه، اون زیبایی روحه، اون تراوت و شادابی روحه. کدوم؟ و اهدیک الی ربک فتخشا. حالا که هدایت شدی، نتیجه این هدایت خشیته. خشیت یعنی چی؟ ببینید کلمات متعددی در زبان عربی هست که معنای ترس میده. از میان همه اونا 2 کلمش که از همه معروف تره، خشیت هست و خوف. من فقط این 2 رو معنا میکنم، چون اگه بخوایم همه رو بیایم معنا کنیم خسته کننده میشه مجلس. خشیت یعنی ترس، خوفم یعنی ترس. فرق خشیت و خوف چیه؟ هر دوش هم در قرآن اومده. خوف با خشیت 2 تفاوت اساسی داره. ترس به معنای خوف اولا که احتمال ضرر برای خائف میاد. خائف یعنی کسی که میترسه، کسی که خوف داره، احتمال ترس میاد، احتمال ضرر میاد، ببخشید احتمال ضرر میاد در مسئله خوف. ولی در ترس به معنای خشیت یقین ضرر هست، یقین ضرر هست. عنایت کردید؟ حالا من تو مثال روشنش میکنم این مطلب رو. تفاوت دوم اینه که منشأ خوف، منشأ ترس به معنای خوف جهل، عدم آگاهیه، ولی منشأ ترس به معنای خشیت علم و عظمته. عنایت که 2 تفاوت اساسی شد ها. خوف منشأش جهل،
خشیت منشأش علمه و گاهی هم عظمت، ولی خوف منشأش جهله و احتمال ضرر هست، ممکنه ضرر هم نباشه. مثال چی؟ مثلا انسان تو بیابون داره میره، تاریکی، تنهایی، اینجا میترسه. این ترس به معنای خوفه. چرا؟ چون احتمال ضرر داره، احتمال داره گرگ باشه ها. و این منشأ ترس جهله، شما نمیدونی گرگ تو این بیابون هست یا نه، لذا میترسی. این ترس معنای خوفه. عنایت کردید؟ ولی خشیت این معنا رو نداره. خشیت درباره خداست. ما از خدا خشیت داریم. چرا؟ اولا به خاطر نافرمانی از خدا دیگه احتمال ضرر نیست، یقین ضرره. یعنی چی؟ یعنی منشأ خشیت علم. ما علم به خدا و عظمت خدا داریم و همچنین یقینا ضرر وجود داره در نافرمانی. لذا خشیت داره انسان خاشه، میگه نکنه من نافرمانی کنم مستوجب عذاب الهی بشم، که اون عذاب دیگه شک و تردید درش نیست. حالا میرسیم به معنای آیه. میبینیم چقدر این آیه زیبا برای ما جلوه گری میکنه. حضرت موسی به فرعون گفت فقل هل لک الی ان تزکا، آیا نمیخوای تزکیت کنم؟ بعد از اینکه این زنگارا رو همه رو تراشیدم، ناخالصیه های قلب و روح و روان و نفست رو، وحدیک الی ربک فتخشا، پس تو رو هدایت کردم که نتیجه این هدایت خشیته. یعنی یه حالت نفسی درونیه که دیگه شما یقین داری اگه نافرمانی خدا کنی عذابه، دیگه احتمال نیست. و این خشیت منشأش علم به عظمت خدا داری، علم به قدرت خدا داری، علم به عدالت خدا داری، علم به رحمت و رحمانیت خدا داری. و آیات بعدی فاراه الآیة الکبری فکذب و عصی، آیات کبرا رو نشون داد. حالا برخی میگن این آیه کبرا بعد از آنی که حضرت موسی دید حرف حساب به گوش فرعون نمیره و قبول نمیکنه، معجزه نشونش داد. 2 معجزه حضرت موسی اساسی بود. یکی این که هر 2 معجزه هم تقریبا شنیدید. معروف ترینش همون که عصا رو انداخت و اژدها شد. خب یه بار انداخت جلو فرعون، اژدها شد، وحشت کرد فرعون، بلافاصله دم اژدها رو گرفت، دوباره عصا شد. فرعون گفت حال دیگه برای من سحر و جادو میکنی؟ آره. خلاصه این مطلب جادوگرا رو دعوت کرد، همه ساحرا رو دعوت کرد و قصهشو شنیدید. اینا هم آوردن، هر کسی هر جوری افعی و ماری درست کرد برای خودشو، آورد تو یک جایی بسیار بزرگ، پرده برداری کردن از این مارها. فرعون هم جایی بلند نشسته و حضرت موسی هم با عصاش ایستاده. یک مرتبه اینا رو رها کردن. حالا طناب‌های محکم با یه حالت خاصی اینا رو پیچیده بودن به هم، روغن مالی هم کرده بودن، رنگ هم زده بودن، شکلک هم براش درست کرده بودن، راه افتادن. شما تصور بکن یه محوطه بزرگ همه این طنابا راه میافتن، شکل و شمای مردم هم یه مقدار دورتر. ای وای، یه وادی پر از مار و افعی، خیلی وحشتناکه. حضرت موسی عصا رو انداخت، این اژدها یه لبشو گذاشت اینور این طنابا، یه لبش هم گذاشت اونور طنابا، یک جا قلوت بلعید همه اینا رو. بلعید، بله یه قرط بود دیگه. میگفت که اون 2 قرطونیمش باقیه، شنیدید که چیه داستانش؟ میگفت که کسی گفت خدایا من میخوام یه روز همه حیواناتو، خلاصه مطلب، غذا بدم، یه وعده همه حیوانای تو مهمون من. گفت خب باشه. گفت چقدر وقت میخوای؟ گفت 6 ماه. خب 6 ماه تا تونست پول خرج کرد، کارگر استخدام کرد، خلاصه مطلب
مینیمم حقوقم داد و تا تونست گونیای سیب زمینی و نخود و لوبیا و هویج و هندونه و خیار و هر چی دیگه تو دم دستش بود گفت فقط شما به کوالیتی توجه نکنید، کمیت خلاصه فقط جمع کنید. اینا جمع کردن یه بیابان عریض و طویل، نه اولش پیدا بود نه آخرش. غذاها رو جمع کرد. گفت خدای 6 ماه سر اومد، بگو حیوانات بیان بخورن حالشو ببرن. خلاصه یه روز همه مهمون ما خطاب اومد باش، این یه حیوانی از دریا اومد بیرون. خلاصه مطلب همین قورتی که الان عرض کردم، یه لبش گذاشت اول این غذا، لب دوم گذاشت آخرش، همه رو بلعید تو، همه رو بلعید، سر همه حیوانای دیگه بیکلا موند. ای داد بیداد چی شد؟ خدایا همه غذا رو 6 ماه آماده کردم. گفت این روزی 3 قورت غذا میخوره. اینایی که تو براش فراهم کرده بودی نیم قورتشه، این 2 قورت و نیمش هنوز باقیه. خلاصه مطلب این عصای حضرت موسی، نمیدونم حالا این نیم قورتش بود یا 1 قورتش بود، خلاصه همه رو بلعید و عصارم دم اژدهارم گرفت. این عصای نه چاق شده بود، آخه این همه تناب کجا رفته بود؟ هیچ، نه وزنش سنگین شده بود. باز ایمان نیاورد فرعون. قرآن میفرماید این ساحران همه به سجده افتادند، تسلیم شدن و موحد شدن. فرعون گفت پدرتون رو در میارم، همه دونو به صلیب میکشم میکشم. گفتن بکش، این سحر نی، ما این کاره ایم، ما این کاره ایم، ما میدونیم چیه، این سحر نیست. معجزه بعدی رو نشون داد. حضرت موسی دستشو برد داخل قباش، داخل جبهش، این دستو برد داخل، در آورد. این دست درخشنده مثل ماه می درخشید. آخه این نور از کجا در میاد؟ ید بیضا، دست نورانی و سفید. این نور از کجا میاد؟ با دستو برد داخل، تمام شد. باز ایمان نیاورد. فکذب و عصا. میگه فرمود فاراه الآیة الکبری، آیه کبرا نشونش دادن. که بعضی میگن حالا این آیه کبرا یا فقط اون عصاه است که اژدها شد یا ید بیضاست. برخی هم میفرمایند که نه، آیه الکبرا شامل هر دو میشه، این نشانه عظیم شامل هر دو معجزه میشه. فکذب و عصا، تکذیب کرد و طغیان کرد. یک کلمه مقدمه طغیان، مقدمه انکار، مقدمه معصیت تکذیبه. کسی نمیگه این حقیقت داره بعد من تکذیبش میکنم، میگه نه دروغه و بعد تکذیب میکنه. عنایت کنید، همه مخالفان حق اول حق رو تکذیب میکنن و بعدش چی؟ بعد انکار میکنن. فکذب فعصا، تکذیب کرد و عصیان کرد و انکار کرد و طغیان و نافرمانی الهی به جا آورد. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی قلوب ما را مزین به انوار و معارف قرآن بگرداند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين يا الله. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه. خدایا در فرج امام زمان تعجیل بفرما. خدایا ما را از دوستان، یاوران و سربازان واقعی امام زمان قرار بده. خدایا قلب مقدس و مهربان امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا پروردگارا بیماران، دردمندان، سرطانیان، حاضرین در مجلس لباس عافیت بپوشان. خدایا قرض مقروضین از خزانه غیبت کرم بفرما. خدایا حاجتمندان، خصوصا حاجتمندان مجلس ما، تو را قسمت می‌دهیم به قرآن و اطرت به محمد و آل محمد. خدایا حوائج همه حاجتمندان برآورده به خیر بگردان. خدایا دنیا و آخرت ما را از محمد و آل محمد جدا مگردان. اموات، پدران، مادران، ذوی الحقوق، اموات حاضرین، خدایا با سید الشهدا محشورشان بفرما. خدایا این قلیل توسلات به کرمت قبول بفرما. پروردگارا خدمتگزاران به دین و قرآن و اهل بیت و این خیمه سید الشهدا، خودشون، فرزندانشون، اهل و عیال و خانوادهشون در پناه امام زمان حفظ بفرما. دشمنان دین و قرآن و اهل بیت، خصوصا تکفیری ها و وهابیا که قصد جان شیعیان کردن، اگه قابل هدایت نیستند، پروردگارا نیست و نابودشان بگردان. شر ظالمان خدایا به خودشون برگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايد وبايد وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. حمد شفا رو دست جمعی بخونیم، نیت کنیم شفای همه بیماران، خصوصا اونایی که هزینه درمان ندارن، خصوصا اونایی که کسی پرستار ندارن، کسایی که دکترها جوابشون کردن، همه رو در نظر بیاریم. شیعیان امیر مومنان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
برحمتك یا ارحم الراحمین. جهت آمرزش اموات، پدران، مادران، اموات حاضرین، فاتحه و صلوات.